سلامی دوباره خدمت عزیزان. تعمیر جارو برقی پارس خزر 2200 سرویس کامل. این جارو برقی خاموش بود، اومده بود مشکل سیم جمع کن، کلید، زغال، اینا هم مشکلاتش بود. مشکل اصلیش استفاده از کیسه های دائمی بود که به مشکل خورده بودن. خاک داخل موتور بود، موتور گیر کرده بود، فشار آورده بود، به آمپر کشیده بود جارو برقی. هستیم در خدمت شما. جارو برقی رو یه سرویس کامل کردم. این از داخلش، فیلترهای ورودی خروجی همه تعویض شد. این هم از مکشش. ماشاءالله. البته به جارو برقی براق زدم، خط خشش هم گرفتم، خوشگل شده. هستیم در خدمت شما عزیزان.